الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان و عزیزان ارجمند، در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم با ترجمه و شرح یکی از مهمترین کتاب‌های عقیده اهل سنت و الجماعت. همان گونه که می‌دانیم عقیده اهل سنت و الجماعت یک عقیده مستند به قرآن و حدیث و اقوال سلف هست، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین ایشان، و یکی از مهمترین و اساسی ترین کتاب‌هایی که در زمینه عقیده اهل سنت و الجماعت نوشته شده عقیده طحاویه هست که حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه آن را تألیف کرده. امام ابو جعفر طحاوی نزد تمام اهل سنت و الجماعت یک امام معتبر هست و یکی از علمای بارز و نامداری هست که در تاریخ اسلام و در زمینه علمی ایشان بسیار معروف و مشهور هستند، بگونه ای که علامه ذهبی رحمت الله علیه درباره ایشان می‌فرماید که الامام العلامه الحافظ محدث الدیار المصریه و فقیهها. ابو جعفر طحاوی امام هست، بسیار عالم و دانا هست، حافظ و محدث سرزمین مصر و فقیه مصر بودند. و کتابی رو که حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه تألیف کردند، یک کتابی هست که تمام اهل سنت و الجماعت بر آن صحه گذاشتند. علمای اهل سنت و الجماعت و ائمه اهل سنت و الجماعت، اعم از مفسرین و محدثین و فقها و متکلمین، همه این کتاب حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه را تأیید کردند. و با این که حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه یکی از علمای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، باز هم این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت هست. هیچ اختصاصی به مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یا پیروان ایشان ندارد،
به طور مثلا تاج الدین عبدالوهاب ابن علی که معروف هست به سبکی و شافعی مذهب هست، ایشان میفرماید که جمهور المذاهب الاربعه علی الحق یقررون، تمام مذاهب اربعه پایبند حق هستند، حق را تثبیت میکنند، میپذیرند. و اون عقیدت الامام ابی حنیفه الطحاوی و اون چیزی که ائمه اهل سنت والجماعت و تمام مذاهب اهل سنت والجماعت در باب عقیده میپذیرند، عقیده امام ابو جعفر طحاوی هست، التي تلقاها العلماء سلفا و خلفا بالقبول. همین عقیده‌ای که تمام علمای گذشته و معاصر همه این کتاب را به عنوان عقیده اهل سنت والجماعت پذیرفتند. و همچنین ناصری حنفی میگوید که ان الكتاب العقائد الذي رواه ابو جعفر الطحاوي عن ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه اهل السنه والجماعه سلفهم وخلفهم. کتابی که ابو جعفر طحاوی درباره عقیده نوشته که در این کتاب عقیده امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد ابن حسن شیبانی رو نقل کرده، این کتاب اعتقاد تمام اهل سنت والجماعت هست. تمام اهل سنت والجماعت بر این کتاب صحه گذاشتند و اعتمادشون بر این کتاب هست، سلفهم و خلفهم، هم گذشتگانشان، نیاکانشان، ائمه متقدمین و گذشته و هم معاصرینی که بعد از اونها اومدند، همه این کتاب را به عنوان عقیده مسلم اهل سنت والجماعت پذیرفتند و تمام مذاهب در واقع این کتاب را عقیده خودشان میدانند، زیرا که در باب عقیده در میان مذاهب اهل سنت والجماعت، در میان 4 مذهبی که معروف هستند به مذاهب اهل سنت والجماعت که مذهب حنفی هست، مذهب مالکی هست، مذهب شافعی و حنبلی هست، تمام اینها در باب اعتقاد و در تمامی مسائل عقیده با همدیگر متفق هستند و هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. به این خاطر است که ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه این کتاب را که یک کتاب همگانی هست در میان اهل سنت والجماعت، این کتاب را به عنوان عقیده اهل سنت والجماعت و عقیده مورد اعتماد و قبول تمامی فرق و مذاهب اهل سنت والجماعت هست، این کتاب را در خدمت شما در این برنامه شرح بدیم. حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه که این عقیده را نگاشتن، ایشان امام ابو جعفر هست، اسمشون احمد ابن محمد ابن سلامه ازدی هست و از سرزمین مصر بودن ایشان و از روستای طحا بودند که الان هم معروف هستند به امام طحاوی. ایشان در سال 239 هجری به دنیا آمدند و تمام کسانی که درباره زندگی ایشان و ولادت ایشان سخن گفتند متفق هستند بر همین که ایشان در سال 239 هجری به دنیا آمدند و در سال 321 هجری از دنیا رفتند. حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در یک خانواده علمی و یک خانواده‌ای که با علم و دانش سر و کار داشتند به دنیا آمد، بگونه‌ای که پدر ایشان از اهل علم بود، شاعر بود، اهل دانش بودند و همچنین مادر ایشان یکی از اصحاب امام شافعی، یعنی یکی از علما و دانشمندان در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه مطرح بودند و آوازه زیادی داشتند. و از همه معروفتر دایی ایشان هست امام مزنی که فقیه ترین و دانشمندترین اصحاب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه بودند. بین خاطر حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه طبعا چون که در این خانواده علمی و دانشمند متولد شد، از همان ابتدای کودکیش و دوران نوجوانیش
سراغ علم را گرفت و نهایتاً در این زمینه یکی از علمای معروف و مشهوری گشت که تمام ائمه مذاهب و تمام مذاهب و پیروان مذاهب اسلامی در واقع ایشان را به عنوان یکی از ائمه اهل سنت و الجماعت پذیرفتند و ایشان را قبول دارند. ایشان از نظر و دیدگاه تمامی علما یک انسان وارسته‌ای بود و انسانی بود که از نظر اعتقادی مورد اعتماد تمام علما بود. من در اینجا به عنوان نمونه چند مورد از اقوال و اظهار نظرات ائمه و علمای بزرگوار را که درباره امام طحاوی اظهار نظر کردند خدمت شما نقل می‌کنم. به طور مثال ابن عساکر در تاریخ خودش میگوید که کان ثقة ثبتا فقیها عاقلا لم یخلف مثله. امام ابو جعفر طحاوی ثقه بود، مورد اعتماد بود، ثبتا انسان وارسته‌ای بود، متمکن در علم بود، فقیها عاقلا فقیه و دانشمند بود، عاقل بود و بعد از خودش کسی را به جا نگذاشت، یعنی بعد از او کسی به مرحله و مرتبه و مقام ایشان نرسید. و همچنین مسلمه ابن قاسم میگوید که این نقل قول را حضرت علامه ابن حجر در لسان المیزان نقل کرده و میگوید که کان ثقة ثبتا جلیل القدر فقیه البدن عالما باختلاف العلماء بصیرا بالتصنیف. ایشان ثبت بود، جلیل القدر بود، بزرگوار بودند، فقیه بودند و به اختلاف علما و مذاهب فقهی و نظریه های فقها ایشان کاملا اشراف داشتند و آگاه بودند. همچنین ابن ندیم در الفهرست میگوید و کان اوحد زمانه علما و زهدا. ایشان در زمان خودشون یگانه دوران بودند از لحاظ علم و از لحاظ زهد و پرهیزگاری. و همچنین علامه ابن عبدالبر درباره ایشان میگوید که کان من اعلم الناس بسیر الکوفیین و اخبارهم و فقههم مع مشارکت فی جمیع مذاهب الفقهاء. ایشان عالمترین مردم به مذهب کوفی ها و سیر کوفی ها و اخبار و فقه اهل کوفه بودند و در کنار این اشراف تام می داشتند بر مذاهب دیگر ائمه اربعه. امام سمعانی که کتاب معروفی دارند به نام الانساب درباره امام طحاوی در این کتاب می فرماید کان اماما ثقة ثبتا فقیها عالما لم یخلف مثله. ابن جوزی رحمت الله علیه در تاریخ خودش المنتظم میگوید که کان ثبتا فهیما فقیها عاقلا و تعریفات زیادی رو حضرت علامه ابن اثیر دارند، علامه ذهبی دارند، امام ابن کثیر دارند، سیوطی دارند، کفوی دارند و بسیاری دیگر از ائمه اهل سنت و الجماعت در زمینه‌های مختلف، ائمه فقه، ائمه حدیث، ائمه تفسیر، ائمه کلام، همه حضرت امام ابو جعفر را تعریف کردند و ستودند و علم ایشان را علمی مورد اعتماد دانستند که همه در باب عقیده از ایشان واقعا استفاده کردند و این عقیده ایشان را به عنوان عقیده متفق علیه و مجمع علیه اهل سنت و الجماعت پذیرفتند. حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه کتاب‌های زیادی رو تألیف کردند که بالغ بر 30 عنوان کتاب هست، اما معروفترین این کتاب‌ها شرح معانی الآثار هست که در فقه حدیث هست، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را بر اساس ابواب فقهی جمع‌آوری کردند و همچنین کتاب شرح مشکل الآثار که یکی از کتاب‌های بسیار مهم ایشان هست و در 5 جلد چاپ شده و همچنین مختصر طحاوی در فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و سنن امام شافعی رحمت الله علیه را جمع‌آوری کردند و یکی از کتاب‌هایی که در باب عقیده ایشان تألیف کردند کتاب العقیدة الطحاویه هست که نسبت داده شده به طرف ایشان که این کتاب با اینکه کتاب کم حجمی هست
و از 10 صفحه هم متجاوز نیست. باز هم تمام مسائل اعتقادی اهل سنت و الجماعت را در این کتاب ایشان جمع‌آوری کردند. با یک عبارات بسیار زیبا و فصیح و بلیغی این عقیده اهل سنت و الجماعت را بیان کردند. حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه، چون که این کتابشان یک کتاب مرجع هست در واقع در علم توحید و در عقیده اهل سنت و الجماعت، به این خاطر علمای بسیاری کتاب حضرت امام طحاوی رو ترجمه کردند، شرح دادند این کتاب را. شروحات بسیار زیادی بر این کتاب نوشته شده. بیش از 10 شرح و 10 کتاب هست که به شرح این کتاب و به تبیین معانی و توضیحات این کتاب پرداختند. اما معروفترین کتابی که در این زمینه نوشته شده کتاب شرح العقیدة الطحاویه هست، مال علامه ابن ابوالعز حنفی. امام صدرالدین ابوالحسن علی ابن علاءالدین ابن ابوالعز حنفی رحمت الله علیه یکی از علمای بارز و سرشناس مذهب امام ابو حنیفه هستند که ایشان در دمشق بودند و حنفی المذهب بودند و ایشان در سال 731 هجری به دنیا آمدند در ماه ذوالحجه و تحصیلاتشون در ابتدا در همان شهر دمشق بود و چون که خانواده ایشان واقعا یک خانواده کاملا علمی بود، از همان ابتدا بر علم و دانش ایشان پرورش حاصل کردند. به طور مثال مثلا پدر ایشان قاضی علاءالدین علی ابن ابوالعز الحنفی، ایشان یکی از بزرگان مذهب حنفی در زمان خودشان بودند که متوفای سال 746 هستند و پدر بزرگ ایشان و جدشان قاضی القضات بودند، شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن ابوالعز هستند، یکی از مشایخ و ائمه و فقهای مذهب احناف بودند که در علوم متعددی و در زمینه‌های متعدد ایشان واقعا خبره بودند و دانش فراوانی داشتند. و پدر جد ایشان هم یکی از علمای بزرگوار بودند، محمد ابن ابوالعز صالح ابن ابوالعز بودند که در دمشق ایشان بودند و در دمشق از دنیا رفتند. حضرت امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه از همان کودکی در مسیر علم قرار گرفت و علومی را که در آن زمان مروج بود در شهر دمشق، یکی از عواصم و پایتخت‌های علمی جهان اسلام به شمار می رفت، آن علوم را در اونجا فرا گرفتند ایشان به گونه‌ای که نهایتاً به بالاترین مراتب در مذهب حنفی رسیدند، به گونه‌ای که ایشان به منصب فتوا نائل شدند و یکی از قاضی‌های معروفی بودند که در اون زمان احناف به اونها مراجعه می‌کردند. به طور مثال ایشان در مسند تدریس که زمانی که بودند در مدرسه معروف قیمازیه در سال 748 ایشان به تدریس پرداختند و که این مدرسه احناف بود در اون زمان، و همچنین در مدرسه رکنیه در سال 777 و بعد از آن در مدرسه برانیه در سال 784 تدریس کردند و بعد از این ایشان هم قاضی بودند و یکی از قاضیان معروف اهل سنت و الجماعت در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بودند. ایشان قاضی حنفی بودند در دمشق در سال 776 به مسند قضاوت نشستند و بعد از این منتقل شدند به مصر و مدتی رو در مصر باقی ماندند و در آنجا ایشان در واقع قضاوت مذهب حنفی را و پیروان مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را بر عهده داشتند. به صورت کلی ایشان یکی از علمای برجسته و نامدار مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند که از خودشون علم بسیار زیادی رو و کتاب‌های بسیار زیادی رو واقعاً به ارث گذاشتند برای ما. به طور مثال کتاب معروفی که ایشان دارند، یکی از کتاب‌های معروف ایشان هست که همین شرح عقیده طحاویه هست که باز هم این شرح عقیده طحاویه مانند متن عقیده طحاویه یکی از مقبولترین شرح‌های عقیده طحاویه هست که تمام مذاهب اسلامی در واقع به این کتاب رجوع می‌کنند و این کتاب را جزو
عقاید خودشان میدانند و جز متون عقیده تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت هست. این کتاب همچنین اصل این کتاب که عقیده طحاوی هست در تمامی مدارس اهل سنت و الجماعت با اختلاف مذاهبی که دارند در واقع تدریس می شود. در مدارس احناف و در مدارس شوافع، در مدارس و دانشگاه های حنبلی ها این کتاب یکی از کتابهای معتبر و مستندی هست که در باب عقیده اهل سنت و الجماعت به آن استناد می کنند. و همچنین حضرت امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه کتاب معروفی دارند به نام التنبیه علی مشکلات الهدایه. کتاب هدایه که تألیف علامه مرغینانی هست، یکی از کتابهای مرجع در واقع در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و یکی از کتابهای درسی بسیاری از مدارس در سیستان و بلوچستان و در پاکستان و هندوستان هست و کتاب معتبری هستند در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ایشان در واقع این کتاب را که التنبیه علی مشکلات الهدایه هست در واقع نوعی شرحی هست بر کتاب هدایه و این کتاب را در ضمن این که مطالب پیچیده‌اش را شرح داده، اشکالاتی که در این کتاب وجود دارد در استنباط و یا در استدلال از احادیث و یا احادیثی که در این کتاب آمده و در درجه بالایی نیست ضعف دارند، ایشان این ضعف را یادآوری کردند و در واقع میتوانیم بگیم این در واقع مکمل کتاب هدایه هست که در مذهب امام ابو حنیفه یکی از کتابهای معتبر هست. من از همینجا توصیه میکنم به تمامی طلاب و دانشجویان اهل سنت و الجماعت خصوصا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که حتما این کتاب را که در پاکستان چاپ شده در 5 جلد هست این کتاب را تهیه بکنند و در کنار این که کتاب هدایه را میخوانند در طول سال این کتاب را حتما هم مطالعه بکنند. کتاب دیگری که ایشان دارند کتاب الاتباع هست، یکی از کتابهای بسیار معروف ایشان هست و کتابهای دیگری هم ایشان دارند. حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در سال 792 هجری در ماه ذوالقعده این سال از دنیا رفتند و در دمشق در واقع ایشان در کنار کوهی که معروف هستند به کوه قاسیون در اونجا ایشان مدفون شدند. این عقیده به همون گونه‌ای که من عرض کردم خدمت شما که حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در واقع وقتی که این عقیده رو تألیف کردند در ابتدای این عقیده یک عبارت بسیار معروف و مشهوری رو دارند و این نمیگویند که این عقیده من هست، من عقیده شخصی خودم رو در این کتاب بیان میکنم، بلکه در ابتدای کتاب ایشان تصریح کردند به این که این کتاب عقیده ائمه اهل سنت و الجماعت هست. من این قسمت عبارت و متن عقیده طحاوی را میخوانم، با هم انشاءالله به آن میپردازیم. ایشان میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین. مقدمه کتاب هست میگوید که قال العلامه حجة الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی به مصر. ایشان زمانی که در مصر بودند و این کتاب رو تألیف و تصنیف کردند در اونجا میگوید که امام ابو جعفر طحاوی چنین فرمودند، در واقع کسی که این کتاب رو نوشته و نسخ کرده. امام چنین فرمودند هذا ذکر بیان عقیدة اهل السنة والجماعة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عليهم أجمعين. بيدين كتاب عرض و بیان عقیده اهل سنت و الجماعت هست بر مبنای مذهب فقهای ملت و فقهای دین اسلام، من جمله امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت کوفی که بنیانگذار مذهب حنفی هست و عقیده امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم انصاری و امام ابی عبدالله محمد ابن حسن شیبانی که در واقع جزو بزرگترین و معروفترین شاگردان امام ابو حنیفه بودند. میگوید که این کتاب بیان عقیده این 3 امام بزرگوار هست که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به عنوان ائمه ثلاثه مطرح هستند که همیشه در کتاب‌های فقهی ایشان در نظریه امام ابو یوسف و امام محمد در کنار نظر و
در واقع باور حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل می شود و در ادامه می گوید که و ما یعتقدون من اصول الدین و یدینون به رب العالمین. این کتاب بیان اعتقاد این بزرگواران هست، اون چیزی که درباره اصول دین و پایه های دین در واقع که یکی از نامه های علم عقیده هست که میگن اصول دین، به این میپردازد و یدینون به رب العالمین، اون مواردی که ایشان به آن اعتقاد دارند و با آن اعتقاد خداوند متعال را در واقع پرستش میکنند. پس بنابراین این عقیده حضرت امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام حسن شیبانی رحمت الله علیه هست. ما به همون گونه ای که در فقه مقلد و پیرو حضرت امام ابو حنیفه هستیم، باید در عقیده هم مقلد، البته تقلید نه، باید پیرو حضرت امام ابو حنیفه باشیم، زیرا که مجال تقلید در باب فروع هست، در احکام شرعی و احکام اجتهادی هست. در باب فروع، در باب اصول به عنوان مقلد، یعنی اصلا زمینه تقلید نیست و انسان نباید تقلید بکند، بلکه هر مسلمانی بر اون واجب هست که عقیدهش را مستقیما از کتاب و سنت و اقوال سلف صالح حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار ایشان مستقیما دریافت بکند. پس بنابراین این کتاب میپردازد به عقیده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و تمامی علمای اهل سنت و الجماعت. من در ابتدای عرایزم عرض کردم که تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت گذشته از این که به اصطلاح شافعی باشند یا مالکی باشند یا حنبلی باشند، این کتاب را به عنوان عقیده معتبر خودشان در واقع پذیرفتند. من قبلا عبارت امام سبکی شافعی رو برای شما خوندم که ایشان فرمودند جمهور المذاهب الاربعه علی الحق یقررون عقیدة الامام ابی جعفر الطحاوی التي تلقاها العلماء سلفا و خلفا بالقبول. ایشان تصریح دارند که این کتاب عقیده طحاوی این کتاب در واقع عقیده تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت هست. و همچنین ابن بدران حنبلی در واقع میگوید که قد بنا ابو جعفر الطحاوی عقیدته على ما رواه عن ابي حنيفة النعمان بن ثابت وصرح بأنه نقل عنهم ما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين وعقيدته هذه سلفية محضة. بیاد این عقیده‌ای که در ابتدای آن امام ابو جعفر طحاوی فرموده که من عقیده امام ابو حنیفه و ابو یوسف و امام محمد رو در واقع ذکر کردن، این عقیده سلف صالح ما هست. تمام سلف صالح ما و تمام ائمه ما در واقع این عقیده را پذیرفتن و عقیده تمام اهل سنت و جماعت هست. بین خاطر ما این کتاب را انتخاب کردیم. انشاءالله در جلسات بعد میپردازیم به شرح و توضیح این کتاب. امیدواریم که در کنار این کتاب و با این کتاب ما بتوانیم مبانی اعتقادی خودمان را و باورهای اسلامی و اصیل خودمان را که مستند به قرآن و حدیث و اقوال ائمه سلف ما هستند، ائمه تابعین هستند، انشاءالله فرا بگیریم و ظاهرا و باطنا بر آن معتقد باشیم و بر آن عامل باشیم. تا جلسه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی
و ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد ابن حسن شیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.